سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. تو این ویدیو اولا خوش اومدید به واک استودیو. تو این ویدیو میخوایم به بازی سازی توضیحات کلی و جزئی تا حدی بپردازیم. نمیشه توی مثلا یه ویدیو یه کوتاه یا حتی بلند همه چیز رو گفت. در نتیجه من سعی میکنم تیکه تیکه این توضیحات رو بدم، قصدم توضیحات بدم، ولی سعی میکنم تیکه تیکش کنم، چون واقعا هر کدوم از بحثاش خیلی مطالب زیادی در پی داره. اما یه لیست تهیه کردم که از اون لیست میخوام یه سری توضیحات کلی بهتون بدم تا در جریان قرار بگیرید. اولین موضوعی که میخوایم بهش بپردازیم، یه اشاره میکنم که واک استودیو سرزمین آموزش بازی سازی و ساخت بازی ویدیویی و انیمیشن و طراحی با مداد و کارتون و انیمه ساختن و چیزهای هنری مانگا کامیک فعالیت میکنه و الان به بحث آموزش میخوایم بپردازیم تو این ویدیو. خب بریم تمرکزی پیش بریم. امیدوارم که بتونید موفق شید. افرادی که میخوان وارد بازی سازی شن، همونجوری که خودم میخواستم خیلی وقته که وارد بازی سازی شم، طبق تجرباتی که به دست آوردم، دوست دارم که شمایی که تازه میخواید شروع کنید یا تو این زمینه هستید بتونید که نتیجه های بهتری نسبت به من بگیرید. با توجه به تجربیاتی تلخی که داشتم میخوام که شما موفق تر بشید. خیلی خوب. اولین مورد اینه، انجین ها و نرم افزارهای سه‌بعدی. اصلا اینها یعنی چی؟ ما الان بیشتر بحثم بازی سه‌بعدیه، البته به هر دو میخوام بپرسم. اول سه‌بعدی. ببینید شما وقتی میخواید یه بازی سه‌بعدی بسازید، داستان رو مینویسید. داستان که میتونم شروع میکنید داستان تایپ کردن با مدت نوشتن یا خودکار هرچی. بعد حالا که میخواید داستانتون رو به یه بازی تبدیل کنید، شما به نرم افزارهای سه‌بعدی و موتورهای بازی سازی نیاز دارید. موتور بازی سازی چیه؟ موتور بازی سازی چیزیه که دستورات رو اجرا میکنه. موتور بازی سازی جایی که شما یه بحثی منان برنامه نویسی رو انجام میدی برای چی؟ موومنت ها و برای اتفاقاتی که تو بازی میفته. وقتی که بازی ویدیویی رو بررسی کنید میبینید میتونید راه برید، میتونید بپرید و خیلی چیزهای دیگه. همه نیاز به برنامه نویسی داره و انیمیشن و اینجور چیزها. نرم افزارهای سه‌بعدی بسیار متنوعن برای شمایی که میخواید بازی بسازید. اگه بخواید ایندی همه مطالب فرا بگیرید، اینا بیشتر تمرکزی رو اون بس فعالیت داره. این نرم افزارهای سه‌بعدی زیادن. یکی نرم افزار سه‌بعدی یه سریاشون نام ببرم براتون، بلندر، 3ds Max، همه رو میتونید سرچ کنید تو یوتیوب و گوگل و تاریخچه‌شون رو در بیارید. مایا و کلا این 3 تا برنامه بیشتر، زیبراش. این 4 تا برنامه‌ای هستن که من به نظرم برای بازی ساز مستقل یا افرادی که میخوان تو حوزه بازی سازی در بخش طراحی سه‌بعدی کار کنن چیزهای خوبی هن. و آموزش هاشون هم ما توجه فعلا بحث ایرانه، چون ایرانی هستیم. شما میتونید از پکیج‌های آموزشی که در سایت‌های مختلف در گوگل میتونید سرچ کنید استفاده کنید، یا از یوتیوب از آموزش هایی که هستش توسط ایرانی های عزیز مثل خود بنده که کار میکنیم تو این زمینه، یا از طریق خارجی های عزیز که در این زمینه کار میکنن استفاده کنید. اگر که زبان انگلیسیتون خوبه، من توصیه میکنم از آموزش های زبان انگلیسی هم استفاده کنید، چون که آموزش های زبان انگلیسی، چون که مدت زمان بیشتری در این زمینه آمریکایی ها، ژاپنی ها، حالا ژاپنی رو به کنار، همون آمریکایی ها تمرکز کنیم، کلا غرب بیشتر فعالیت داشته تو حوزه بازی سازی، آموزشای میشه گفت میتونیم بگیم سطح بالاتری نسبت به ما میتونن ارائه بدن و یه جوری معلم ما حساب میشن تو این زمینه، چون بیشتر تو این زمینه کار کردن. انجین ها هم 2 انجین رو من بهتون معرفی میکنم، ان شاءالله شاید درنده انجین های بیشتر، چون تا دلتون بخواد انجین زیاد داریم، ولی 2 تا انجین خیلی معروف و خیلی قابل استفاده زیادی که ما داریم، انجین یونیتی و انجین آنریل انجین هستش. یونیتی و آنریل انجین های قدرتمندی هستند که شما میتونید باشون کارهای خیلی تخصصی انجام بدید، یا اگه مبتدید کارهای آسون هم میتونید انجام بدید. اینجوری نیستش فکر کنید فقط کار تخصصی میشه باشون انجام داد، بستگی به سطح شما داره و انتظار شما.
آنریل انجین برای بحث سه‌بعدی، بازی سه‌بعدی خوبه. یونیتی برای بازی 2 بعدی و 3 بعدی. و آنریل انجین اصلا واسه بازی 2 بعدی توصیه نمیشه توسط من طبق تحقیقاتی که کردم. اینها از این توضیحات، چون میخوایم کلی باشه خیلی زوم نکنیم توشون، فقط زباناشون هم میگم. یونیتی، سی شارپ، آنریل انجین، سی پلاس پلاس و بلوپرینت. خیلی آروم و روون شما در بحث آموزشی شروع میکنی، نرم افزارا رو یا انجینا رو یاد میگیری و میری جلو. اصلا نگران این نباشید که نمیفهمید. خیلی آروم آروم موفقیت در پروسه یادگیری نرم افزارهای سه‌بعدی یا انجین ها صورت میگیره. پس باید خیلی صبور باشید به عنوان یه بازی ساز. یه تشکری از عارف قویدل میکنم به خاطر الهام دادن به من. یه تشکرم قبلا توی ویدیو دیگه کرده بودم ازش. خیلی واقعا آدم قدرتمندیه. کانال یوتیوبش عارف کانال یوتیوبش 3D پای هست که من از اون کانال شروع به آموزش کردم. معرفی یه سری افراد و شرکت‌های مختلف ایرانی و خارجی. من توی دیسکریپشن این ویدیو یه سری معرفی‌ها رو واسهتون می‌نویسم، اینجا هم میگم بهشون خیلی کلی. افراد موفقی که ما توی زمینه‌های بازیسازی تو ایران داشتیم: محمد خاکزاد، بازی Nobody's Left، آنریل انجین 4 و 5 و استفاده یه سری نرم افزار سه‌بعدی که اطلاعی ندارم. میذارم توضیحاتشو، میذارم کانالشو، میذارم اطلاعات ایشون رو که برید ببینید و ازش یاد بگیرید همونجوری که من یاد گرفتم. آقای امیرحسین فصیحی با ساخت بازی گرشاس به 1 و 2، فرزند مورتا، مبارز نینجا اگه اشتباه نکنم، ایشون با استودیو ددمیج، ایشون هم از فعالان این زمینه هستن که توضیحاتشون رو میذارم. آموزش هم میدن ایشون، آموزش بازی سازی. بازی شبگرد داریم، از یادم رفته چه عنوانی تو دیسکریپشن مینویسم واسهتون، از چه سازندش کی بوده، پارسی گیم بود فکر کنم. و در کل سایتی به نام سایت هیولا که از دست از کارش آقای امیرحسین فصیحی میتونه به شما معرفی بازی‌های ساخته شده ایرانی برای پی سی و بعضیش هم به کنسول ها راه پیدا کردن رو بهتون نشون میده و کسب اطلاعات کنه. اونم هم میذارم تو دیسکریپشن. خارجی ها از کمپانی بزرگی خارجی میتونن به کپکام، کنامی، یوبیستاف، راکستار، ناتی داگ، ربلیون، رمدی، CD پراجکت اشاره کنم. تعدادشون زیاده ولی همینا رو که گفتم میتونید سرچ کنید تو یوتیوب و تو گوگل بفهمید اینا کیان و چه کارهایی کردن. کارهای بزرگ واقعا. معرفی منابع آموزشی من توصیه میکنم و لینکش هم میذارم که کانال یوتیوبه. اگر با آنریل بخواید کار کنید کانال یوتیوب آنریل، اگر با یونیتی کانال یوتیوب یونیتی، اگر هر دو جفتش رو دنبال کنید. لینک کانالشون رو میذارم تو دیسکریپشن. در رابطه با طراحی بودم یه سری تو دیسکریپشن معرفی میکنم. همین عارف قبیله 3D پای معرفی میکنم اینجا بهتون و بقیه معرفی چند تا معرفی دیگه هم انجام میدم پایین همون توضیحات. معرفی گروه ها و کانال مختلف فعال در بازیسازی. ما توی تلگرام خدا رو شکر یه عالمه گروه بازی سازی داریم که ما مجمع بازی سازان، کسانی که میخوان وارد بازی سازی و بازی سازن از سطح مبتدی تا حرفه‌ای، میتونن اونجا فعالیت کنن و کسب اطلاعات کنن از بقیه و با بقیه در تعامل باشن که اونا هم توضیحاتشو تلگرامیاشو میذارم واسهتون. بعدن تخصصی تر روش‌های تمرینی به صورت منظم و خیلی آروم آروم تمرین کردن عامل موفقیت یک بازیساز، یک طراح سه‌بعدی، یک کدنویس هستش. ما بیشتر روی اینا مانور بودیم. 1000 تا مهارت دیگه تو بازیسازی هستش که فعلا ما بیشتر کلیتمون کدنویسی و برنامه‌نویسی و انجین ها، نرم افزار سه‌بعدی و طراحی ایناست. خب اینا رو پوشش میدیم تو این ویدیو. آروم آروم تمرین کنین. اولش با 1 ساعت نیم ساعت شروع کنین، بعدش تایم رو برید بالا و خیلی به خودتون سخت نگیرید. استراحت به چشم ها و کلا به ذهنتون از عوامل موفقیت که اگه رعایت نکنید شکستای تلخی می‌خورید، مثل خود من که شکست داشتم می‌زنم. حالتهای تمرین و آموزش با تأثیر خوب حالتایی هستند که شما مثبت‌گرا باشی
و صبور و هر شکستی که خوردی وا ندی و باز بیای برگردی تمرین کنی. یه وقتایی میشه یه سه مسائل ممکنه تا ماها نفهمید چون ذهنتون خسته شده، رهاشون کنید بعداً بهشون برگردین. یه توصیه که من بهش رسیدم و بهتون میگم. بررسی وضعیت بازیسازی در ایران. وضعیت بازیسازی در ایران بسیار سخت و دشواره نسبت به کشورهای دیگه و شما باید خیلی زحمت بکشید و من به شخص به عنوان کسی که زیاد تحقیق کردم اصلا اهل آدمی نیستم که افراد نامید کنم، ولی خیلی کار سختیه بالا آمدن تو قضیه، چون حمایت زیادی نمیشه در توسط بعضی افراد که نمیخوام مسئله رو باز کنم. معرفی سایت مهم بازیسازی در ایران. سایت هیولا خیلی سایت بولدیه برای انتشار. در بحث جهانی هم سایت استیم رو ما داریم که میتونید همه رو سرچ کنید. این توضیحات هم واسه افراد مبتدی هم متوسط هم حرفه‌ای، ولی بیشتر تمرکز انگار رو مبتدی میره این ویدیو. توضیح راجع به کنسول واسه پی سی. شما میخوای واسه پی سی بازی بسازی میسازی. واسه کنسول شما نیاز به ارتباط گرفتن با شرکت‌های سونی و ایکس باکس و نیتندو دارید. این سه تا اصلی رو نام میبرم تا اونا به شما اجازه بدن و دستگاه مورد نظر در اختیار شما قرار بدن، یه سری شرایط در اختیار شما قرار بدن تا بتونید بازیتون واسه اونا منتشر کنید که نه خودش سه مراتبی داره که فعلا تو این ویدیو نمیگنجه بیانش. تشکیل تیم. اگر که میخواید تیم تشکیل بدید، این اگه میخواید پیش بری که بحثش هست، بعد مهارت مختلف خود میاد. اگه میخواید تشکیل تیم بدید، شما باید نیاز دارید که سرمایه گذاری کنید یا سرمایه گذار پیدا کنید. تو ایران خب سرمایه گذار پیدا کردن سخت‌تره. در نتیجه من شروع می‌کنم وقتی که شروع می‌کنید اولا تنها شروع کنید، یه سری بیسیک ها رو یاد میگیرید راجع به انجین‌ها، نرم افزار سه‌بعدی و کدنویسی. بعدش شروع کنید به تیم جمع کردن، نه اینکه قبل اینکه اینا رو یاد بگیرید تیم جمع کنید، یه کار اشتباهی. در تو تیم جمع کردن شما باید کار کنید، بدونید موتور بازیسازی چیه، نرم افزار سه‌بعدی چیه، کدنویسی چیه، تا بدونید که چه کسی رو میخواید که بیاد کار کنه. شما باید بدونید که دسته‌بندی و گروه بندی به عنوان مثلا فرض کنید کسی که میخواد بازی بسازه و اعضایی یا بیارتون بازی سازی، بدونه که هر کسی رو کجا قرار بده. این با تمرین کردن انجین ها، نرم افزار سه‌بعدی و کدنویسی و تحقیق راجع به بازی سازی میسر میشه که دقیقاً بدونید کیو میخواید واسه چه کاری. یه دونه کانال تلگرام واسه یه پیدا کردن افراد، وقتی که به این حد رسیدید میذارم تو توضیحات. و توی بحث تیم جمع کردن اصلا سخت نگیر، اول خیلی آروم آروم پیش برید و نیاز نیست یا 20 نفر رو بیارید تو تیم. هر موقع دیدید نیاز یه نفر بیاد، دونه دونه افراد میارید میچینید پای کار. اینجوری بهتره تا اینکه 20 نفر رو بیارید و مثلا بهشون کار ندید. توضیح بعدی، سرمایه پول. شما برای بازی سازی نیاز به سرمایه زیادی داری. بازی سازی پروسه خیلی زمانبر و آروم پیش میره. شما به انواع اقسام مهارت‌ها برای ساخته بازی سه‌بعدی یا دوبعدی نیاز داری. موسیقی هست که اشاره نشد تا الان. همه اینا نیاز به پول و سرمایه داره، یا پابلیشر پیدا کردن یا اینکه خودتون پابلیشر باشید. و در کل توی ایران نسبت به بقیه جا فرق داره، شما باید بیشتر خرج کنید. این تجربه منه، شاید حرفام مورد قبول واقع نشه توسط یه سری بازیسازا، و تجربه بنده میگه شما باید سرمایه گذاری توسط خودتون انجام بدید. از جای دیگه پول در بیارید، از شغلی که دارید پول بیارید بذارید روی استودیوتون، روی بازیتون سرمایه گذاری کنید تا بعداً بتونید پابلیشر پیدا کنید. اگه کلا صفر تا صد بدون پابلیشر میخواید منتشر کنید توی سایت ایرانی یا خارجی که اونم کار سختیه، سرمایه زیاد میخواد. کلا بازیسازی یه چیزیه که سرمایه زیاد میخواد. البته میزان سرمایه خیلی بستگی داره به سطح بازی که میخواید بسازید، دو بعدی باشه، سه بعدی باشه. سطح بازی یعنی سطح کیفیت کار سه بعدی، سطح کیفیت کدنویسی یا سطح کیفیت ارائه، میزان ساعت بازی، نمیدونم جهان بزرگ داشتن، جهان کوچک داشتن و خیلی چیزا تاثیرگذاره در میزان سرمایه. در این زمینه کار کردن نیاز به حوصله و صبر زیاد داره و فعلا همین توضیحات کلی کافی میدونم. خیلی توضیحات بیشتر و تخصصی کلا بحث بازیسازی تخصصی دوستان، خیلی توضیح همه این شاخه‌ای که گفتم میتونن یه عالم توضیح راجعشون داده شه و هزاران شاخه دیگه هم هست، ولی فعلا واسه این ویدیو من این مقدار رو کافی میدم و برای این بازه از قضیه واک استودیو.
چون که ما خودمون داریم بازی میسازیم و فعلا تجربیاتی که به دست آوردیم از اولین بازی و شروع دومین بازی که داریم انجام میدیم این هاست. در رابطه با بحث دیگه انیمیشن سازی، کامیک، مانگا و غیره هم سعی میکنم صحبت کنم اگه وقت گذاشتم و ورزی کردم تو این زمینه و فعلا ولی پایان میدم ویدیو رو. امیدوارم که بتونید یک بازیساز خوب باشید و اشتباه من نکنید و به این نکات توجه کنید، چون من میشه گفت واسه استریاش خیلی توجه نکردم و خیلی آسیب دیدم تو بحث پیشرفت کردن در این حوزه. شما اشتباه نکنید تا از من بهتر شید. موفق و پیروز و پایدار باشید. برای آرزوهاتون خیلی خوب تلاش کنید. فعلا خدا نگهدار تا ان شاءالله اگر بشه ویدیوی بعد.